امیدوارم که حالتون خوب باشه. میخوام یه ایده خیلی جالبی رو مطرح کنم که اگه به کار بگیریدش، چه توی زندگی شخصیتون چه توی کار، میتونه خیلی اتفاقات مثبتی رو رقم بزنه. به خاطر اینکه این ایده دقیقاً داره روی دیدگاه شما کار میکنه، یعنی میخواد دیدگاه شما جور دیگه ای شکل بگیره. چیزی که تا قبل نبودش الان جور دیگه ای به مسئله و چالش ها نگاه کنید. یه جمله جالبی از آقای تاگور هستش که من ترجیح میدم با این جمله شروع کنم، چون اصلا رو همین پایه و مبنا این ساختار به وجود آمدش. آقای تاگور میگه که اگه شما فقط به دریا نگاه کنید نمیتونید ازش عبور کنید. یعنی چی؟ مفهومش اینه که شما فقط بشینید، برنامه‌ریزی کنید، یه هدف بزرگی دارید که عبور از دریا هستش، ولی هیچ قدمی در اون راستا بر نمیدارید، هیچ اقدامی نمیکنید، فقط دارید راجعش فکر میکنید و برنامه‌ریزی میکنید. در نهایت هیچ اتفاقی نمیفته و میگید خب من که نمیتونم این کار رو انجام بدم، این کار خیلی بزرگه، من از پسش بر نمیام. ساختار 50% سولوشن داره به همین اشاره میکنه. میگه شما بیاید چیکار کنید؟ آقا دیدگاهتون رو تغییر بدید. نمیخواد یه دفعه به اون مسئله برسید، یه دفعه به هدفتون برسید، اون چالش رو حل کنید. بیاید بگید با همین امکانات و اختیاراتی که دارم، با همین حداقلی ها شروع کنید، یه گام بردارید برای بهبود اون داستان. بیاید با خودتون بگید که شاید به نظرتون کوچیک باشه، مثلا بگید که خب این که کاری نیستش، خیلی کوچیکه، ولی همون اتفاقات کوچیک، همون قدم‌های کوچیک خیلی ارزشمنده، خیلی میتونه ارزش آفرین باشه. به خاطر اینکه شما اگه به داستان‌های مختلف نگاه کنید، به موفقیت‌های بزرگ افراد نگاه کنید، خیلی وقتا می‌بینید موفقیت‌های خیلی بزرگ از یه قدم کوچیک شروع شد، از یه اقدام کوچیک بود که توی مسیرشون یه قدم برداشتن، یه حرکتی کردن، یه کاری انجام دادن و به اون اتفاق بزرگ رسیدن، به اون موفقیت بزرگ رسیدن. اینجا داره به همین اشاره میکنه. میگه شما نمیخواد امکانات و اختیارات بیشتری داشته باشید، فقط شروع کنید و استارتش رو بزنید. دقیقاً مثل اثر پروانه‌ای هستش که میگن یه جایی تو برزیل اگه پروانه بال بزنه ممکنه چند هفته ها بعدش توی تگزاس گردباد به وجود بیادش. دقیقاً داره به همین اشاره میکنه که یه کار کوچیک ممکنه منجر به اقدامات بزرگی بشه. حالا تاثیر این ساختار چی هستش؟ تاثیرش اینه که اول که ذهن شما از اون حالت قفل در میاد، این که چالش رو به عنوان سنگ در نظر بگیرید. یه سنگ بزرگی جلوی راهتون میبینید و میگید خب من که نمیتونم کاری بکنم، نمیتونم مثلا این سنگ رو تکون بدم. به جای این بیاید بگید حداقل کاری که میتونم انجام بدم چیه؟ حداقل کاری که بتونم حداقل یه قدم مفید بردارم، یه ذره اینو بهترش کنم. لازم نیست حلش کنم، لازم نیست سنگو کلا بزنم کنار. فقط اینکه یه مقدار بتونم تکونش بدم. شما تصور کنید هر آدمی توی پروژه مثلا یه چالشی به وجود اومده، چند نفر توش دخیل هستن و میخوان اون چالش رو با هم حلش کنن. تصور کن هر کس 15% از اون چالش رو گردن بگیره. خب این چه اتفاقی میفته؟ خیلی اتفاق مثبتی میفته. یه درصد زیادی از چالش حل میشه، فقط تقسیم میشه بین افراد. باید به اینم توجه کنید که خب هر آدمی توانایی خودشو داره. شما میتونید اینجا نقطه قوت خودتون رو کشف کنید و اونو روش متمرکز باشید و بهبود ببخشید بهش. مورد بعدی هم این که به جای که منتظر یه مدیری باشید یا یه بودجه بزرگی باشید، میتونید خودتون با همین حداقلی‌ها شروع کنید، استارتش رو بزنید و بعد مشارکت بقیه افرادم با خودتون جمع کنید. حالا این ساختار هدفش که ایده پردازی هستش، زمانش هم کلا 20 دقیقه نیاز هستش، 3 تا مرحله داره. شما توی یه جلسه، حالا واسه ما اسکرام مسترها جلسات رترو شاید مفهوم بهتری داشته باشه، مثلا رترو رو تصور کنید واسه خودتون. یه چالشی مطرح میشه، اول افراد به صورت انفرادی میان واسه خودشون ایده پردازی میکنن، ببینن چه بخشی از کارو میتونن انجام بدن. یه قدم حتی کوچیک چه کاری از دستشون برمیاد بدون اینکه اختیارات و امکانات بیشتری بخوان. یعنی همون چیزی که هستن با همون شرایط خودشون چه کاری رو میتونن انجام بدن در راستای بهبود این چالش. مرحله دوم گروه‌های 2 تا 4 نفره میشن و با هم دیگه مشارکت میکنن که خب حالا چه کاری بکنن، ایده هاشون رو مطرح میکنن، با هم دیگه راجبش صحبت میکنن. و در نهایت اون ایده های مطرح شده رو سعی کنید تو مرحله سوم برای هم دیگه شفاف بکنید و عملی کنید. چون ایده‌ای که مطرح بشه و عملی نشه خب به درد چیزی نمیخوره. بهتره که اون ایده ها رو سعی کنید تو راستای عملی کردنش پیش برید. عملی کنیدش و سوالات جالبی از هم بپرسید. مثلا بپرسید که خب تو کدوم بخش از کار رو میتونی به عهده بگیری؟ حالا این بخش رو میخوای به عهده بگیری، از چه قسمتی، از کجای کار میخوای شروع کنی، با چه شرایط و امکاناتی میخوای شروع کنی؟ در نهایت اینو بدونید که این 15
15% خیلی بهتر از هیچیه. یعنی شما اگه 15% رشد داشته باشید، وقتی بخواید یه میانگین کلی بگیرید، همین 15% قطره قطره یه دفعه دریا میشه. ولی همینم اگه شروع نکنید شما هیچ کاری نکردید. بریم اسلاید بعدی. خب اینجا من میخوام راجع به این دو تا چیز فکر کنید. اول اینکه به نظرتون 15% که همین امروز میتونید انجام بدید چیه؟ اینکه با همین شرایطی که دارید بسنجید، ببینید چه چالشی دارید و چی کار میتونید بکنید که 15% از کار رو با همین شرایط فعلیتون بتونید انجام بدین و پیش ببرید تا اتفاق مثبتی رو رقم بزنید. دومی که فکر کنید همه ما فقط 15% از یه مشکل رو حل کنیم. همون چیزی که گفتم، هر کس فقط 15% رو به عهده بگیره. چه تغییری میتونه اتفاق بیفته؟ راجع بهش فکر کنید.